اسم این خمیر داسه. احتمالاً توی فروشگاه‌های هنری و یا توی لوازم تحریری دیده باشید. خمیر داس دو رنگ داره. رنگ رسی که امروز باهاش کاری نداریم و رنگ گچی که من این رنگ رو تهیه کردم. داس یه ماده معدنیه که توی اکثر خمیرهای هوا خشک وجود داره و اسم این برندم از همین ماده گرفته شده. حالا هوا خشک یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی در معرض هوا قرار میگیره شروع میکنه به خشک شدن و اصلا نیازی به کوره نداره. همین ویژگی باعث میشه که بتونیم ازش خیلی راحت توی خونه استفاده کنیم و بدون دردسر کوره بتونیم چیزایی که میسازیم رو خشک کنیم. برندهای مختلفی از خمیر هوا خشک وجود داره ولی داس یکی از با کیفیت ترین هاشه و قیمتش هم حدوداً 2 برابر نمونه ایرانیشه. برای استفاده از خمیر هوا خشک به یه سری ابزار احتیاج داریم. اولیش این کاهنده هاست که خیلی میتونه به ما توی شکل دادن و اجسام کمک کنه. این ابزارهای مجسمه سازی هم خیلی کاربردیه. من اینا رو به صورت بسته خریدم. از این ابزارش به عنوان کاتر میشه استفاده کرد. در کل ابزارش خیلی کاربردیه و میتونیم برای جاهای مختلفی استفادهش کنیم. بهترین گزینه برای رنگ کردن اجسامی که با خمیر هوا خشک درست میکنیم رنگ اکریلیکه. به چند تا قلم‌مو هم احتیاج داریم که بتونیم اون چیزی که میسازیم رو رنگ کنیم. من از قلم‌های سرگرد و سرتخت استفاده کردم. به سماده هم احتیاج داریم که اگر کارمون زبری داشت بعد از خشک شدن بتونیم اون رو از بین ببریم. خمیر داس پشتش یه چسب داره که بتونیم وقتی مقدار مصرفیمون رو برداشتیم باقی مونده‌شو دوباره با چسب ببندیم تا در معرض هوا قرار نگیره که خشک بشه. یه مقدار از خمیر رو با کاتر برمیدارم. اون مقداری که فکر میکنید مصرف میشه رو بردارید و بعد دوباره بسته بندش رو ببندید، چسبا بزنید. من برای محکم کاری با سلفونم میپیچم که اصلا هوا داخلش نره. توی یه نایلونم میذارم و درش رو محکم میبندم. همونطور که میبینید خمیر یه بافت کاملا نرم داره. یکم توی دستم وردش میدم، بعد روی سطح میزم قرارش میدم و با وردنه شروع میکنم به صاف کردنش. من چون وردنه نداشتم از یه قلمه سایز بزرگ استفاده کردم که همون کار وردنه رو برای من انجام میده. با در بطری نوشابه گوشوارم رو قالب میزنم. خمیرای اضافی دورش رو بر میدارم. با یه کاردک 2 تا طرح برگم روی خمیرم میکشم. خمیرای اضافی اطرافش رو هم بر میدارم. یکم سطح روش رو صاف میکنم و با کاردک یا هر وسیله‌ای که داریم سعی میکنیم یه خورده شکل برگ بهش بدیم. دستم رو یکم با آب خیس میکنم و اون تیزیای لبه رو از بین میبرم. آب خیلی زیادی مصرف نکنید چون اگه مقدار آب خیلی زیاد باشه گوشوارمون شکننده میشه. با یه جسم تیز جای حلقه ها رو سوراخ میکنم. به کمک یک مقوا سعی میکنم گوشواره هامو از سطح میز جدا کنم. جای حلقه ها رو از اون طرف کار هم سوراخ میکنم. برای برگا هم همین کار رو انجام میدم. و بعد اجازه میدم کارم کاملا خشک بشه. وقتی به این رنگ سفید رسید یعنی کارمون کاملا خشک شده. بعد با رنگ دلخواهمون اون رو رنگ میکنیم. من نارنجیش کردم چون دوست داشتم یک گوشواره پرتقالی داشته باشم.
مطمئن میشیم که تمام سطح کار رو رنگ کردیم و اجازه میدیم که کارا خشک بشن. برگامونم با رنگ سبز اکریلیک رنگ میکنیم. اون شیارای روی کار رو میبینید؟ من از اونها متاسفانه یادم رفت براتون فیلم بگیرم. خیلی راحت با سر کاردکمون میتونیم قبل از اینکه خمیرمون خشک بشه روی سطح کارمون رو شیار بندازیم. رنگ کردنمون که تموم شد اجازه میدیم رنگمون کاملا خشک بشه. سطح کارمون رو با اسپری کلیر یا اینکه وارنیش روغنی و یا جلادهنده اکریلیک ضد آب میکنیم. البته به این معنی نیست که بتونیم اونا رو زیر شیر آب ببریم. فقط میتونیم با یه دستمال نمدار گرد و خاکشون رو پاک کنیم. نیاز به 2 تا آویز گوشواره و چند تا حلقه فلزی داریم. حلقه فلزی رو باز میکنیم و از سوراخ ردش میکنیم. یه حلقه دیگه هم باز میکنیم و به آویز گوشوارمون آویزون میکنیم و این حلقه رو با کمک انبردست یا هر چیزی که میتونید سفتش میکنیم. و بعد حلقه پرتقالمون رو از توی این حلقه رد میکنیم و دوباره حلقه رو سفت میکنیم. تمام مراحل رو برای گوشواره بعدی هم انجام میدیم. حالا نوبت برگمون میرسه. یه حلقه رو از توی سوراخش رد میکنیم و اون رو توی حلقه وسط پرتقالا سر میندازیم و با انبردست سفتش میکنیم. و گوشواره پرتقالی ما آماده است.